سلام، خسته نباشید. امروز میخوام یه ترفند مخفی برای گوشی اندروید به شما بگم. برای انجام این کار دوستان وارد تنظیمات که شدید یا همون ستینگ اسکرول میکنید میرید پایین، درباره گوشی گزینه آخر یا about phone رو میزنید. زمانی که زدید وارد صفحه بعد شدید باز اسکرول میکنید میرید پایین. آخرین گزینه نوشته شماره ساخت یا بیلد نامبر. روی این گزینه 7 بار میزنید دوستان. تو بعضی از گوشی ها ممکنه فرق کنه، 5 بار یا 4 بار هم بعضا دیده شده با توجه به مدل گوشی. ولی روی گوشی من که حالا موتورولا هستش 7 بار که بزنیم، 7 بار معمولا رو گوشی 7 بار بزنی اوکیه. 7 بار میزنیم، 1 2 3 4 5 6 7. یه گزینه میاد که شما در حال حاضر یک برنامه نویس هستید، اوکی، یا شما یک توسعه دهنده هستید. دوستان الان یه گزینه تو تنظیمات ما فعال شده. اگه ما یه دونه بک بزنیم، برگردیم، دوستان معمولا یه گزینه اضافه میشه به اسم Developer Option یا گزینه های توسعه دهنده یا گزینه های برنامه نویسان. ممکنه گزینه هاشون فرق کنه. معمولا تو قسمت ستینگ که بزنیم، قسمت پایین، قسمت ستینگ اومدیم پایین، میبینیم پیشرفته زده. پیشرفته رو که بزنیم گزینه های برنامه نویسان تا قبل از اینکه ما فعال کنیم این گزینه رو نبوده. الان که فعال شده میزنید روش، این دوستان روشنه. اینجا قسمت های مختلف داره. شما الان به صورت یک برنامه نویس یا اصطلاحاً توسعه دهنده یا برنامه نویس میتونید تمام تنظیمات گوشیتون رو 0 تا 100 انجام بدید. ببینید دوستان، مثلا ما چند تاشو با هم چک میکنیم. مثلا اینجا نوشته بیدار ماندن، صفحه هرگز در عین شارژ شدن به حالت خواب نمیرود. یعنی شما اینو فعال کنید، زمانی که دارید شارژ میکنید هیچ وقت صفحه گوشتون خاموش نمیشه. اگه خواستید اینو فعال میکنید، نخواستید فعال نمیکنید. یا مثلا حالت رنگ عکس، اینو فعال کنید، استفاده از sRGB، اینو فعال کنید یا همون RGB، کیفیت عکستون، عکسایی که توی به حساب گالری دارید بهتر میشه. تنظیمات خیلی زیادی داره. یا مثلا به روزرسانی خودکار سیستم، شما این رو فعال کنید، این قسمت هم فعال کنید، زمانی که گوشیتون رو آف آن میکنید دوباره به صورت خودکار سیستمتون به روزرسانی میشه. یا مثلا زمانی که اشکال زدایی USB، زمانی که USB اینو فعال کنید، هر USB که به گوشتون وصل کنید هر مشکلی که داشته باشه نشون میده و میگه چه مشکلی داره. این دوستان قسمت های مختلف داره. غیر فعال کردن مجوز ADB، یا مثلا بریم پایین، میبینید دوستان قسمت های مختلف داره. ردیابی سیستم، باز اینجا میتونید گوشیتون رو حالت GPS رو فعال کنید. دوستان این یه ترفند واقعا مخفیه که شاید هیچ کسی ندونه. میبینید دوستان چقدر گزینه‌های مختلف داره. به نظر من قبل از این که بخواید هر کاری انجام بدید، همون اول زبان گوشیتون رو فارسی کنید که راحت بتونید گزینه‌های مختلف رو بدونید که معنیشون چیه. حالا یکی هست که زبان انگلیسیش فوله که نیازی نداره، ولی خب در کل اگر زبان فارسی باشه راحت‌تر میدونید، چون یه سری گزینه‌های اصطلاحات خاصی هستن که زبان فارسی که میذارید راحت‌تر میتونید متوجه بشید. برای خاموش کردن یا غیر فعال کردنش هم دوستان این قسمت بالا روشنه، آفش میکنید، برمیگردید. خب نمید دوستان، ما الان دیگه وارد قسمت سیستم بشیم، پیشرفته رو بزنیم. این دوستان
تا قبل از این که من غیر فعالش کنم، بعد از این چندین کاربر این پایین نوشته بود گزینه برنامه نویسان یا گزینه‌های برنامه نویسان که رو اون زدیم وارد اون صفحه شدیم. واسه خاموش کردنش همون بالا رو آف کنید، کار خاصی نمیخواد انجام بدید. امیدوارم که از این ترفند استفاده لازم برده باشید. سابسکرایب کنید، زنگوله هم روی اول قرار بدید که آموزش بعدی رو دست ندید.